سلام، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل سارا پرستاری. این ویدیو من میخوام واسهتون یه چالش خوشمزه بذارم که تو فضای مجازی هم خیلی دارید میبینید. موادی که لازم داریم یه بسته پاستیل با نوشابه اسپرایت و یه ظرف. خب اول نوشابه اسپرایت رو بریزیم. حالا پاستیلمون رو میذاریم. خب بچه من چینم. حالا بعد به مدت 24 ساعت بذاریم توی یخچال و بعدش هم 3 ساعت بذاریم توی فریزر. خب بریم آمادهش کنیم و ببینیم چی شده. خب بچه من 24 ساعت گذاشتم توی یخچال، 3 ساعت هم گذاشتم تو فریزر. حالا این پاستیل اولمونه و این پاستیلیه که بعد از 24 ساعت توی یخچال و 3 ساعت در فریزر بوده. خب بریم امتحانش ببینیم خوشمزه است یا نه. طعم باحالی داره. بهتون پیشنهاد میکنم که شما هم حتما تو خونه‌تون درست کنید. راستی تا یادم نرفته لایک کنید، سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید که هر وقت ویدیو گذاشتم ببینید. تا ویدیو بعد، خدافظ.